سلام دوستان عزیزم، خوش اومدید به چنل دلارام تاروت، چنل خودتون دلارام تاروت و امیدوارم که خوب و خوش و خورم باشین و یوم بکن باشه. دوستان گلم دوستتون دارم، آرام هستم. امروز اومدم دوباره خدمتون برسم یک انرژی خوانی با عنوان اینکه میخوایم ببینیم که انرژی و احساس همین امروز کیسات به طور چی هست. دوستان گلم، قبل از اینکه من شروع کنم انرژی خوانی رو انجام بدم، برای اینکه فایل در موردون کاملا رزومه داشته باشه، حتما لایک و کامنت بذارین و پیاماتون من بنویسین. با فراغ بال میخونم و ازتون میخوام که کانال سابسکرایب داشته باشین که انرژی خوانی های ما هم برای کسانی جوابگویی داره، چون که حتما کانال رو سابسکرایب داشته باشین. خب بریم ببینیم که چه خبر. انرژی امروز که ساعتتون به شما چسب. به نام خداوند اون زیبای پرده نشین. ببینیم که انرژی امروز کیس عاطفی بیننده این ویدیو بهش دقیقا چی هست همین الان، چه حسی بهت داره، چه انرژی داره. کیس عاطفی شما دارم ببینم که برای بعضی هاتون بیشتر با هم دوست هستید یا کسانی هستین که در شرف طلاق هستین یا زن شوهری هستین که انگار میخواین طلاق بگیرین یا جدا شده، خلاص از هم قاطعین، دورین و متاسفانه جدایی دارین. این شخص احساسی شما انرژی برای من افتاد، انرژی باد عنصرهای مهر خرداد بهمن افتاد برای من. ایشون شخصیت بسیار بسیار مودی دورویی هست. انرژی دوری بیشتر برای من افتاد. کسی هستش که فعلا در برابر شما شدیداً گارد داره و چشمشو و قلبشو و دلشو به روی هرچی احساسات بسته. یا آدمی کلاً یه جورای خودش هم بلا تکلیفه، نمیدونه کلا چه تصمیمی باید در مورد شما بگیره، چشمشو و در احساساتشو کاملا فعلا به سوی عشق و عاشقی بسته، اما از طرفی دوست داره که داره خاطرات شما که قبلا با شما داشت مرور میکنه، دوست داره با شما لحظات خوش رقم بزنه، شما رو بین دوستاش ببره، دوست دور همی ببره، دوست داره فاصله مکانی که بینتون هست کوتاه بشه، چه دلش خیلی برای شما تنگ شده. انرژی پشیمانی هم دارم براش میبینم، چون که ایشون در حال حاضر بسیار پشیمون، دلتنگ از حرفی که به شما زد، از جفایی در حق شما کرده، ظلمی که برای شما رقم زده، دلتنگ، گریه میکنه، پشیمانی، ندامت دارم براش میبینم. خیلی دوست داره با شما مثلا یه لحظات پر از عشق و حال، میدونین، عشق و حال و دوره همی یا درینک بنوشین با هم، بگیم بخندین. دلش میخواد یه چیزی، یه هدیه‌ای به شما بده، عدالت در حق شما برقرار کنه، چون احساس میکنه که داره تو زندگیش بدونه به خاطر ظلمی که در حق شما که از دلتون شکسته داره کارما میده. خیلی شما رو تجسم میکنه، خیلی فانتزی داره در مورد شما، آدم فانتزی پردازیه و این دارم ببینم که دیگه طاقت نمیاره. نهایت بعد 3 تا 6 وقت این به شما دیگه انقدر دلتنگ میشه، به شما زنگ میزنه و بهتون میگه من حالم خیلی بده، دلتنگم، اینجا حرفا رو یعنی سر بحث رو اینجوری باز میکنه که من الان حالم بده، مریضم، فلان بسار، که مثلا شما دلت برایشون بسوزه و بالاخره ایشون رو قبول کنی و باهاش دوباره رابطه آغاز بکنی و این چالنجی که هست بینتون تمام بشه. ایشون احساس میکنه شما زیباتر شدین، جدیدن دارین خیلی به خودتون اومدین، به خودتون دارین میرسین، بیشتر از این که به اون و عشق و داستانهای اون توجه کنین، دارین به خودتون اهمیت میدین و این همین باعث شده که بیشتر به شما احساساتش، عشقش و هیجان و ناش بیشتر بشه. خیلی دوست داره که با شما وارد روابط مثبت 18 بشه. من اینجا نمیتونم بگم که روان یوتیوب گیر
نده. خیلی استراب استرس و نگرانی داره، دلتنگه، اینکه نکنه شما زیباتر شدن میخوای مثلا به این خیانت کنی، با مثلا کسی دیگه ای بری تو رابطه، با کسای دیگه ای وارد رابطه بشی و مثلا کلا اینو ول کنه بخاطر اینکه خیلی پیشرفت کردی از نظر زیبایی ها و نمیدونم نظر جسمی خیلی داری به خودت میرسی، شاید ورزش میکنی و اینکه سر وضعت رو بیشتر میرسی، یه خود احساس استراب کرده. ولی خب خیلی دوست داره دوباره با شما فانتزی پردازی کنه، روابط مثلا رویایی داشته باشه، رابطه دریم. خب دوستان عزیزم، امیدوارم که خوشتون اومده باشه از انرژی خانه امروز. اگه دوست داشتین ممنون میشم که کانال رو حمایت کنین، حتما لایک کنین دوستان. از روی لایک های شما باعث میشه کانال یه پیشرفت کوچیکی بکنه و نظراتتون رو به من ارجاع بدین و همه رو بنویسین که دوستان چه ویدیویی بسازم. خب قربونتون برم، تا دیدار بعد، خداحافظ، بدرود.